استفاده عاقلانه و ثمربخش زمین عامل اساسی تامین امنیت عضوقواری، بلند گردیدن اقتصادیات، زیاد گردیدن اقتدار صادراتی مملکت محسوب یافته در بهگردیدن شرایط روزگار ساکنان مساعدت عمیق می‌نماید. خواجگی تخم پروری به نام ارگش سلطانوی ناحیه دوستی در میدان بیش از 625 گکتار دامن پهن کرده، اکثریت میدان‌های آن با کشت پخته روانه گردیده است. کشاورزان خواجگی همساله در میدان زیاده 350 گکتار زمین کشت این زراعت تکنیکی را گذرانیده، برابر حاصل فراوان به دست آوردن، اینچنین ذخیره تخمی‌های خوش‌صفت چگید را نیز در مد اول می‌گذارند و خواجگی‌های گرد و اطراف را با تخمی تامین می‌سازند. امروزها نشأونمای پخته در میدان‌های خواجگی خوب به چشم رسیده، کراکبندی و شانه‌پرتویی نهالان موافق مطلب گردیده است. سال گذشته از هر گکتار زمین پخته بیش از 24 سنتینری حاصل به دست آورده، از اولین‌ها شده از اجرای دورنما برآمدند. با گفته خواجگیداران باوری است که سال روان نیز در اجرای دورنما موفق می‌گردند. پخته کش کردیم، پخته خطلان 14 انا تاجیکستان، بعد یکی پخته نوی که حاصل نوکیش با خوبتره فلش امسال کش کردیم. نشونامای پخته نغزه. مقصد ما هم همه خواجگی تخمی پرور ما دیگه خواجگی رو با تخمی صفت تامین کنیم، حرکت میکنیم که همه تخمی صفت میاریم که برای دیگه دهقانا عذاب نکشن، گفته ما تامین کنیم که با هم فایده ما است. وابسته به اقلیم سازگار دهقانان این موسم محصولات گوناگون کشاورزی را استحصال نموده، در فراوانی بازار استعمالی و دیگر مناطق کشور سهم گذاشته، همزمان به خارج کشور نیز صادرات می‌نمایند. 7 گکتار پالیزی تربوز کش کرده بوده، انا تربوزا را چینده بازارهای شهر باختر، شهر دوشنبه با دیگر جاها صادرات کرده استیم. در همین زمینهای ما 3 حاصل گرفتن ممکن است. برابر با انجام رسانیدن درو غلط‌دانگی‌ها بهر تامین پورای خوراک چاروا با استفاده از تکنیک‌های موجوده، جمع‌آوری کوهپایه و دیگر نمود بیده و علف‌های طبیعی در خواجگی بومرام ادامه داشته، تا امروز در ذخیره‌گاه فرمای چاروای خواجگی 70% نقشه اجرا گردیده است. سینه‌اش خوب کردگیم، حرکت میکنیم که یگام مانگی نشود. خواجگیمون برای خورد و خوراک چاروا یگام مانگی نداره. در خواجگی با نام ارگش سلطان ناحیه دوستی 180 ساعت چاروای کلان شاخدار میباشد. برای از زمستان به تلفات گذاردن چاروا ما بعد گندم درو کردن گندم کار را ذخیره کرده با فرما برده میسپاریم. کوشش می‌نماییم که زمستان 2020 را به تلفات چاروا را ببریم. کشاورزان خواجگی همه ساله کوشش بر آن می‌نمایند که از یک زمین 2-3 نوبت حاصل به دست بیارند. به همین مقصد زمین‌هایی که از آن حاصل را جمع آوری کردند، الکی در قسمی از آن کشت زراعت‌های به این ایام موافق را برآورده مانده، باقی مانده زمین‌ها را برای کشت دیگر نمود محصولات آماده می‌نمایند. کشت تکراری مکه کردیم، یکی سبزی کردیم، کارتوشکا کردیم، پیاز کردیم، تربوز کردیم. وزیر هم بازارهای خودمانه همه خواجگی ما بیشترش از خواجگی ما تامین میشه. مسئولین خواجگی تخم پروری به نام ارگش سلطانوف نیت دارند که در میدان زیاده از 60 گکتار زمین کشت تکراری را براه مانده، تا با امروز در میدان 30 گکتار آن کشت پیاز، مکیدان، سبزی و دیگر نمود محصولات را گذرانیدند. در ناحیه فرخار امسال موافق دورنما باید در میدان عمومی 8022 گکتار کشت تکراری گذرانیده شود. برای ثمرانک استفاده بردن هر یک قطعه زمین کرم آبی و زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی تا امروز در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه در میدان 6593 گکتار از جمله در 1540 گکتار کشت جواری مکه دان، 1044 گکتار شالی، 206 گکتار زراعت‌های تکنیکی، 621 گکتار سبزوات، 353 گکتار پولیزی، 675 گکتار غلالوبیاگی و در میدان 2010 گکتار کشت تکراری زراعت‌های خوراک چاروا گذرانیده شده است. در خواجگی سامانیان و رخش جماعت دیوت فرخار که سمت فعالیت خواجگی‌های مذکور پخته‌کاری، چارواداری و باغداری و زراعتکاری است، نقشه دورنمای کشت تکراری در مرحله انجامیابی قرار دارد. در خواجگی رخش بعد جمع‌آوری غله در میدان 50 گکتار کشت تکراری جواری مکه دان، 4 گکتار پولیزی، 2 گکتار غلالوبیاگی و 3 گکتار شالی گذرانیده شده. اهل زحمت نیت دارند که روزهای نزدیک باز در میدان زیاده از 2 گکتار سبزوات کش نمایند. در فرمای شیری و مولی خواجگی که سال سرشمار چاروای خوشزاد زیاد کرده می شود، برای تامین چاروای موجوده با خوراک‌های سرغذا کشاورزان هر سال در این دوره در قطار دیگر نامگوی زراعت‌ها اساساً میدان کش تکراری جواری مکه دان را زیاد می نمایند
که امسال میدان کشتی آن نسبت به سالهای پیشین 20 هکتار زیاد کرده شده است. در نویه موافق معلومات ریاست اداره کشاورزی جانوری غله در 6022 هکتار زمین‌های کرم آبی پورا به انجام رسیده است که حاصلناکی آن به حساب میانه از هر یک هکتار 41.10 سنتی رو تشکیل می‌دهد. از حساب این میدان‌های کشت جانوری زراعت خوراک چاروا و علف‌های طبیعی تا این روز در نویه 41100 تن خوراک چاروا ذخیره کرده شده است که امسال این رقم باید به 56622 تن رسانیده شود. در خواجگی دولتی زادپروری حصار نویه امروز در برابر جانوری زراعت خوراک چاروا کشت تکراری نیز ادامه داشته. در خواجگی اهل زحمت علاقه بیش از 50% نقشه دورنمای خوراک چاروا را ذخیره نمودند. 40 هکتار زمین غله کش کرده بودیم، غله درآ گرفتیم و کشت تکراری جگرماکش شنوندیم برای خوراک چاروا. 20 هکتار برای دانه، 20 هکتار برای خوراک چاروا، 40 هکتار را جوشته ما مکه کردیم. که جایی که زمین خالی میشن ما کشت تکراری اول که من یک 3 هکتار جفت کردیم تیار کردیم ما شنوندنیم. در خواجگی زادپروری حصار علاوه به جانوری حاصل غله از زمین‌های کرم آبی و موضع اولمپیای اهل زحمت اقدام گرفتند که از کشت تکراری جواری مکه و غله لوبیاگی نیز به قدر کافی خوراک چاروا ذخیره نمایند. با این مقصد امروز در خواجگی با جلب تکنیک‌های لازمه جانوری خوراک چاروا و کشت تکراری ادامه دارد. در اساس توصیه متخصصان ساحه در همه شکل‌های خواجگیداری نویه باید تا سنه 15 ایور کشت تکراری پورا به انجام رسانیده شود. در غله‌زاری خواجگی‌های کشاورزی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت محصولناکی و صفت بلند جمع‌آوری غله با استفاده از تکنیک‌های نوی معاصر کمباین‌ها و مکانیزم‌های تویبندی و بارکشان بلند است. این اساساً کمباین‌های معاصر تمغه‌های نیو افکت راسلماش کمباین کلاس NSA پالیس میباشند که کارخانه واحد دولتی جمهوریوی تاجیک اگرلیزینگ 9 عدد و خواجگی‌ها و شخصان واقعی ولایت سوخت با اصول اجاره مالیوی لیزینگی تامین نموده است. این کمباین‌ها در مرکز خدمترسانی تکنیکی شهر و ناحیه‌های پنجکن توی استرابشان و بوجانگاپوروف مسجد دیواشتیج و اشت موجود بوده. 2 عدد آن را صاحبکاران و 2 عدد دیگر را جمعیت آبادکاران سبز و کوپراتیو تجارتی خواجگی دهخانی بابا مقصود در ناحیه بوجانگاپوروف خریداری نمودند. این تکنیک‌های پراقتداری معاصر در حاصلخونداری محصولناکی بلند دارند. موافق نشاندهنده‌های مهندسی تکنیکی در اداره‌کنی صفت جمع‌آوری حاصل و مهمتر از همه جمع‌آوری بی‌تلف غله و کاهی غله برتری و افضلیت خود را نشان می‌دهند. با کمباین‌های نو تلفات غله کم شد. با کمباین‌های کهنه تلفات غله 20-25% را تشکیل می‌داد. این همش درآمدناکی به خواجگی میباشد. جمع‌آوری غله با کمباین‌های نو با صورتی تیز می‌شود. با دستور پیشوای ملت تاجیک اگرلیزینگ توانست که پرداختی موسمی رو به راه ماند تا اینکه خواجگی‌ها شهروندان پرداختی مبلغ‌های لیزینگی رو به اجرا بیارند. زیرا در هر یک موسم وضع خواجگی‌ها بهتر شدن می‌گیرد. مرحله با مرحله علاقه تجربه نشان داده است که خواجگی‌داران تیار هستند باز از کمباین‌های غله‌داری نیو افکت خریداری نمایند. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت درخواست‌ها به خریداری تکنیکی و تجهیزات کشاورزی زیاد و فایز پرداخت مبلغ‌های اجاره مالیوی نیز بلند می‌شود. زیرا استفاده تکنیک ماشین و مکانیزم‌های نو و زمانوی از عامل و امکانیت‌های بلند برداشتن ثمره‌ناکی زمین و درآمدناکی است. дастовардҳои меҳнатии кооперативи тиҷоратӣ тухмипарварии чоргӯ дар соҳаҳои ғалакорӣ, шоликорӣ, картошкапарварӣ, боғпарварӣ ва сабзавоткорӣ нисбатан беҳтар буда, бо назардошти талаботи рӯзафзун солтусол кишти намуди зироатҳои кишоварзиро зиёд менамояд. маҳз меҳнати босамар ва истифодаи мақсадноки замин ва таҷрибаи андӯхта дар соҳаи кишоварзӣ ба гирифтани ҳосили баланд мусоидат намуда имкон фароҳам овард ки бо маҳсулоти кишоварзӣ сокинони шаҳри Исфара ва дигар шаҳр ноҳияҳои мамлакат таъмин гарданд. در خواجگی ما امسال با مساحت 125 هکتار کشتی کارتوشه گردانده شد که سورت‌ها بسیار فدراسیون روسیه سورت‌های خودی تاجیکی خودمو آورده کشت کردیم که نشونماش بسیار نقص است و حاصلی من باوری دارم که فراوان نیز داریم. ما سال گذشته از هر یک هکتار کارتوشه زیاده از 285 تا 300 سنت برده زمین همو تا 500 سنت حاصل خوبی کارتوشه گرفته و این مثال من باور دارم که نیز ما پارسال زیاد کارتوشه استحصال میکنیم و سوای دیگری ما باغ پروری میباشد که
ما من باغ‌ها رو آیسته آیسته هر سال ریشه‌کن کرده و جای او باغ‌های زمانوی بازارخوار و صادرات لازم رو من شناخته استادیم. حاضر ما زیاده از 160 هکتار باغ 15 تا 15 ساله داریم که حاصلش بسیار فراوان نقد است. بعد 15-20 روز برای صادرات بیرون و قزاقستان و فدراسیون روسیه و دیگر جاها البته میفروشیم. این همه دستاورد و موفقیت‌های استحصالی اهل خواجگی از استفاده تخم‌های خوش‌صفت محلی و خارجی کشور به عمل آمده است. یکی از کامیابی‌های اهل خواجگی کوپراتیو تجارتی تخم پروری چارکوی شهر اسفره تقسیم زمین به سهامداران، دستگیری آنها و سر وقت گذراندن کارهای آگروتکنیکی میباشد. به وسیله مهنت حلال و صافدلانه سهامداران خواجگی همساله از قطعه‌های زمین خواجگی حاصل بلند رویانیده با این راه در بلند برداشتن اقتصادیات عائله و خواجگی مذکور سهم می‌گذارند. مثلا با مساحت 80 هکتار گندم نوهای 4 نمود کشت کردیم. نشونمای گندم بسیار خوب است. اگر چنده که آب و هوا یارزگی نمناک آمده باشد هم لیکن دیخانهای ما توانستند از کسلی نگه دارند. حال در حاصل اکنون پخته استاده است. برای درآوردن گندم کوشش میکنیم. نه کم ما 80-90 سنر همه 80 هکتار گندم خوش‌صفت استحصال میکنیم و با این نیز باوری دارم و ما میتوانیم با تمام جمهوری تخمای گندم خوش‌صفت را فروشیم. سورتای من ماسکوفسکی بسیار هم کوهش هم گندمش نه کراسنودار 99 میگویم از جهت هر دوشم نیز کوهش هم نه حاصلناکی بسیار بالا میباشد و اوردش هم نقض است برای نام. عین حال در خواجگی کوپراتیو تجارتی تخم پروری چارکوی شهر اسفره زراعت‌های کشاورزی نشونمای خوب داشته رهبریت خواجگی سعی و تلاش دارند که در استحصال برزیاد زراعت‌های کشاورزی فعالیت با ثمر نموده در تامین امنیت عضوخواری سهم گذارند.